سلام به مایکروسافت ورد 2021 خوش اومد. وارد گوگل میشین. سایت مایکروسافت رو میزنیم. چند تا از ویژگی‌های ورد قالب‌بندی متن، ورد فرهنگ و ویرایش افکتایی که دوست داریم میتونیم استفاده کنیم، درج تصویر و ویرایش آن تصویر، جدول، فرمول و خب اینجا اپ‌های دیگه هم داریم، ورد، اکسل، پاور و ورد رو انتخاب میکنیم. در قسمت نیو همانطور که میبینید یه سری تمپلیت ها وجود داره که هر کدوم که نیاز داشتیم رو انتخاب میکنیم. در قسمت سرچ میتونیم اون تمپلیتی که مورد نظرمون نیاز داریم رو بنویسیم و انتخاب کنیم. و قسمت اوپن ورد هایی که قبلا ما تایپ کردیم یا دانلود کردیم رو به ما نشون میده.